سلام و عرض ادب خدمت دوستان گلم. جلسه امروز ما در مورد مردهای حوله. حالا برمیگردیم به 2500 سال پیش که زندگی ها قومی و قبیله‌ای بوده. اون زمان چه زنی از قدرت و امتیاز بیشتری برخوردار بوده؟ مسلماً زنی که متعلق به رئیس قبیله بوده و بنابراین زنی که متعلق به رئیس قبیله بوده از امتیازهای بیشتری برخوردار بوده نسبت به بقیه و میتونسته بچه‌های موفق‌تری رو پرورش بده. حالا چه مشکلی پیش اومده دوستان؟ در 100 سال اخیر جوامع مدرن شده و امروز مردی که خشن و جنگجوه آنچنان جایگاه خاصی نداره توی اجتماع. امروز دیگه مردهایی که آروم هستن و سرشون توی لاک خودشونه و دنبال جنگ و دعوا نیستن دارای ارزشن. درس میخونن، شغل و جایگاه دارن. امروز اینها هن که دارای ارزشن. و مشکلی که پیش اومده چیه؟ اینه که چرا با اینکه این مردها مردای خوبی هستن و زنها رو دوست دارن و بهشون ابراز علاقه میکنن، ولی زنها جذب این مردها که نمیشن هیچ، بلکه ازشون هم فرار میکنن. خب به نظر شما علت چیه؟ درسته که در جوامع امروز مردهای آروم دارای ارزشن، ولی طی هزاران سال زنها آموختن که مردهایی که جنگجوان و مبارزن و خوی جنگندگی توی رگاشونه، اینها هستن که میتونن از این زنها مراقبت کنن و این توی روان زنهاست و هزاران سال تکامل پشتشه. همونطور که اندام جنسی زنها برای ما مهم شده و هزاران سال تکامل پشتشه و تغییری نخواهد کرد به این زودی‌های خود. مرد جذابی که در طی هزاران سال در روان زنها ایجاد شده به این زودی‌ها از بین نمیره، چرا که به صورت یک غریزه در اومده. الان متوجه شدین چی شد؟ مرد و به خاطر همین به مردهای سوسول و ناناز و آروم دیگه جذب نمیشن. دوستان این چیزی که خود زنها هم نمیدونن. پس بنابراین این فکر رو همینجا از ذهنتون بیرون کنین که اگه فکر میکنین با مظلوم نمایی و بدبخت نشون دادن خودت میتونی زنی رو جذب خودتون کنین، سخت تر اشتباهی. پس بعضی از مردها تصور میکنن چون زنها موجودات احساسی هستن، اینکه اگه خودتون رو بدبخت جلوه بدین، این زنها دلشون برای این مردها میسوزه و باهاشون وارد رابطه میشن، که این امر کاملا اشتباهه. حتی یک مورد هم من ندیدم که زنی با مردی به خاطر بدبختیاش با اون وارد رابطه بشه. این که زنها موجودات احساسی هستن به این معنیه که اگه شما مرد بدبختی باشین و اونا دلشون به حال شما میسوزه، نه، و باهاتون وارد رابطه هم نمیشن و این امر کاملا اشتباهه. و اینکه زنها موجودات احساسی هستن درست، ولی به این معنیه که زنها بر پایه احساساتشون تصمیم میگیرن. حالا یعنی چی؟ یعنی این زن امروز احساس خوبی داره، شما هرچی بهش میگه بله چشم قربان، هرچی که تو بگی درسته و فلان و از این حرفا، ولی فردا احساسش تغییر میکنه و همه رو رد میکنه که میگه نه اصلا اینطور نیست. واسه همینه که میگن نمیشه روی حرف زنها حساب باز کرد. ولی اینکه اگه فکر میکنی زنها با یه مرد بدبخت که بتونه احساسات اونا رو تحریک کنه وارد رابطه میشه، کاملا در اشتباهی. چرا؟ چون طبیعت این رو در روان زنها گذاشته که مردی که بدبخت و ضعیفه هر دوشون رو به کشتن میده و این مردها نمیتونن از خودشون و نه از اون زن و بچه‌ای که از اون زن به دنیا میخواد بیاد محافظت کنن. و همین زنها که شما فکر میکنید موجودات ساده و نازک دلی هستن، کافیه که شما جذابیت نداشته باشین و برین سمت این زنها. این زنها چنان شما رو له میکنن که توی مخیلتون هم نمیگنجه. و جالبه که
حتی عذاب وجدان هم نمیگیرن لعنتی ها. و بیای ازشون بپرسی چرا این کارو با این مرد کردی، با این آقا کردی، میگه که غلط کرده که اومده سمت من، پسری حول دختر ندیده. اینم از پایان جلسه امروزمون. امیدوارم که مطالب امروزمون رو کامل گرفته باشین و براتون مفید واقع شده. دوستان خیلی خیلی برام مهمه، حتما کامنت بذارید، نظراتتون رو به اشتراک بذارید. روز خوبی داشته باشین. دوستتون دارم. یا